مدیرعامل شرکت نفت و گاز پاسکو با بهره برداری از 50% فازه فارس جنوبی در آینده نزدیک 500 میلیون فوت مکعب گاز به شبکه سراسری گاز کشور تزریق می‌شود. پنجمین مرحله طرح ارزیابی خارج کردن اتوبوس‌های فرسوده با کارکرد بیش از 26 سال از اول دی اجرا می‌شود. اولین نمایشگاه دولت الکترونیک سوم تا هفتم دی برگزار می‌شود. آخرین دستاوردهای دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این نمایشگاه عرضه می‌شود. دبیر کل اتحادیه عرب از جامعه جهانی خواست بر رژیم صهیونیستی فشار وارد آورند تا این رژیم پیمان منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای را امضا پنیر نداریم؟ کره مربا براتون گذاشتم. میگم پنیر نداریم تو کره مربا براتون گذاشتم. خب میخوای برات بگیرم؟ نمیخواد. ممکنه به سلولای مغزی چند میلیون دلاریشون صدمه بزنه. پنیر آدمو خنگ میکنه. صدراعظم آلمان با حجاب معلمان در مدارس این کشور مخالفت کرد. دولت خارتوم و شورشیان سودان درباره تقسیم منابع نفتی این کشور به سالم ببند صدا اینو بذار راحت چایمونو بخوریم بابا. و 4 کشور دیگر برای انتخاب محل ساخت رد. از اینکه ما داشتیم گوش میکردیم ها. شما که تو جریان همه چی هستین. این بنده خدا هم براشون روزایی که صبح رادیو گوش میکرد تموم شد. عراقی هم صبح رادیو گوش میکردن، مال اونام تموم شد. حالا ما داریم صبح رادیو گوش میدیم بلکه این همای سعادت پر بگیره و بشینه رو کله ما. عشق آمریکا خفت کرده نه؟ منو؟ من که تا چند روز دیگه بیشتر مهمونتون نیستم. ببینم دلت به اون یکی دو تا دعوتنامه سرکاری که از دانشگاه از اون طرف برات فرستادن قرصه، یا اون یکی 2000 دلاری که ننه و دایی جونت فرستادن که بلیط بخری؟ به تمرگ سر جات. بذار این 2-3 روزم به خیر و خوشی بگذره. میشینی یا من پاشم؟ دارم مرسی. علیک سلام. اول صبح چقدر سرحالی؟ خوبم، تو چطوری؟ نمیتونی حرف بزنی نه. ساعت 9 خوبه؟ آره خوبه، میام دنبالت. بگو دوست دارم. حتما. خداحافظ. چرا نمیذاری به زندگیش برسه؟ معصیت داره دختر مردم گذاشتی سر کار. شما یه ملت رو گذاشتین سر کار. اون معصیت نداره؟ بله مطرح شده. ما حالا منتظر جوابشیم. والا نمیدونم، فقط من که نیستم، برادرای دیگه هم هستن. نظرات اونها مهمه. یه لحظه گوشی خدمتتون. سلام علیکم سردار. قربونتون برم. اختیار دارین. بله حتما. حله. شما خاطرتون جمع باشه. سفارش کردم. بله مطمئن. کی بیام دنبالت؟ فکر نمی‌کنم بیشتر از 1 ساعت طول بکشه. همینقدر که مهر وزارت علوم بخوره روش تمومه دیگه. چهارمه بعدی رد نشین. ببینم بالاخره تایید میشه یا دوباره یه بامبول دیگه در میارن. عجله که محمد گفته بود گرفتی؟ اول بلیط‌ها رو اوکی میکنم، بعد میرم میگیرم. چی بود؟ خیابوناشون رو نگاه. اینجا رو نه خیالت راحت باشه. کارت که تموم شد زنگ بزن میام دنبالت. امیر
تو رو خدا چیزی نگی یا. چیه برادر؟ بازم سوال همیشگی؟ لابد میخوای بدونی این خواهر چه نسبت به من دارم؟ ما فقط به مردم خدمت میکنیم. آها، که میخوای به مردم خدمت کنی. امیر ببین داداش من 5 متر اون ورتر یه دونه خندق وسط آسفالت که اگه یه موتوری مثل خودت بیفته توش، چون حین انجام وظیفه بوده شهید محسوب میشه. حالا اگه میخوای خدمت کنی برو بده روشونه بپوشونن. چند بدون طرفترم چند تا جوون دارن میزنن همدیگه رو سیاه و کبود کنن که اگه احتمالاً به جنبی شاید بتونی جلو کشته شدن یکیشونو بگیری. حالا جدا میخوای خدمت کنی یا واسه اینجا وقت خودم خودت رو تلف کنی ها؟ امیر تو رو خدا بس کن. شما بفرمایید من یه ساعت دیگه میام دنبالتون. بفرمایید. الو. سلام مامان. چطوری؟ شیری یا روبا؟ کارت ماشینه که میتونم ببینم. راست میگی مامان. همین الان نامه از دانشگاه اومد. گفتن همه مخارج تو به اضافه ماهی $1500 میدن. تازه از همون اولم بورسیت میکنن که برای خودشون کار کنی. به دستشون درد نکنه. مدارکتون رو ترجمه کردیم ببرین دادگستری برای تایید. آره طبق معمول گیر زدن که مهر وزارت علوم بر روش باشه. الو. جونم مامان. چی شد چرا قطع شد؟ چه میدونم موبایلاشون هم مثل باقی چیزاشونه دیگه. تو رو خدا مواظب باشین یکی دو روزم به خیر و خوشی مامان جان بگذره. اینقدر دلت شور نزنه فهمیدم. پروازت چه ساعتیه؟ باشه پرواز زنگ میزنم بهت میگم. الو. ببینم آرزو خوبه حالش. الو. الو. وایساده اینجا. اون هم به همه شون رفتم یه مسیح دیگه میمدی خب دو تا بیروه انداختم بعد بازم راه برو عزیز من. چته بابا؟ وسط خیابونی ها. چه خبرت آقا؟ چه خبرته؟ راه رو بند آوردی؟ خراب آقا جون اصلا خرابه. آره همه چی مرتب. همه چی نه جون تو عجب خریه ها بابا. دندونم درد میکنه یکم الکل زدم پنبه گشتمش میگه عرق خوردی. آره زود باش بیا جون مادره. آره اونو حتما یه روز سرداد 6 آبلیمو واسه من بگیری بیاری. نوشتی؟ امیر حاجی مرادیان فرزند رضا متولد 1357 محصول انقلاب هم که هستی. کسی رو داری سند وثیقه برات بذاره؟ پیرمرده چی شد؟ دعا کن زنده بمونه. ببخشید اتاق افسر نگهبان کجاست؟ ممنون. یکی زنگ زدم نشد.
مجبور شدم به بابات زنگ بزنم. تو اینجا چیکار میکنی؟ برو وایسا دم در. منتظر میشم تا بیاد بیرون. شما انگار حالیتون نیست. همین بودن تو اینجا خودش جرمه. ازت بپرسم میگی چیکارشی؟ بفرمایید. چی شد؟ طرف تو ICUه. رفته تو کما. تا رضایت خانواده‌اش رو نگیریم پای امیر گیره. شما کاراتو بکن خیلی الاف این قائله نشی. آخه حاج آقا ما کارامونو کرده بودیم که با هم بریم. یه جوری حرف میزنی انگار من زدم یارو رو سیب زمینی کردم ها. گوش کن. نمیذارم این قضیه زیاد طول بکشه. کارای امیر رو ردیف میکنم میفرستمش بیاد. من منتظر میمونم که با هم بریم. چرا متوجه نیستی خانم؟ بحث دیه و رضایت و این حرفاست. یارو اگر بمیره امیر قاتله. تازه اگه شانس بیاره طرفه میره. وگرنه که هممون لنگ در هوای عنتر رقصونی کس و کارشیم. تو برو خونه، من بهت زنگ میزنم. من بدون تو هیچ جا نمیرم. سارا بیا، تو همین پارکینگ بغل کلانتریه. پس خودت چی؟ خودم فعلا تو این موقعیت به جای اینکه بابام به فکر من باشه نگران شیشه شکسته ماشینش. پزشک معالجه این آقایی که تصادف کرده کجا میتونم ببینم؟ شعبه سمت راه طبقه بالا. ببینم. کمیته احمدی با بخش 4A آقای احمدی با بخش 4A بخش 3 جواب تلفن بخش 3 جواب تلفن خانم شما مریض دارین؟ آقامه. ناراحتیشون چی؟ با ماشین زدم بهش. کی؟ گیر دادی ها. امروز دار تو خیابون گیرش بیارم. کیو؟ اون بچه قیرتی که آقامو زیر گرفته. حالا اگه بفهمی که اون بنده خودم همه تلاششو کرده که آقا نمیره بازم فرقی نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه. ولی من مطمئنم که اونم الان کمتر از سوالش گرفته نیست. با اجازه. شازده بسر جناب علی از کجا میدونی طرف همه تلاش خودشو کرده؟
کار کن ندیدمش. بخشدتی سلام، خسته نباشین. علیک سلام. میتونم چند دقیقه با حاج آقا صحبت کنم؟ حاج آقا مهمون دارن. شما؟ من عروسشون هستم. گفتم قول مردونه میدم کاراش که ردیف شد بفرستمش بیاد.
واسه چی اومدی اینجا؟ شما مطمئنی کاراش ردیف میشه؟ اگه پسر رضایت نده؟ مگه یارو مرده که پسر رضایت بده؟ پسره چی کار است؟ تا وقتی که طرف زنده است و نفس میکشه هیچ کس کاری نیست. آخه خودش که تصمیمی نمیتونه بگیره. قانونه. درستم میگه. گیریم پسر رضایت بده. فرداش باباش به هوش بیاد بگه تو غلط کردی رضایت دادی. اون وقت چی؟ من میدونم شما از اولم دلتون نمیخواست که امیر بره خارج. بابا این قضیه که دیگه به دل من کاری نداره. چرا؟ داره. شما هر کاری که دلتون بخواد میتونین انجام بدین. بابا جون تو چرا حالیت نیست؟ امیر ممنوع الخروجه. شما قول میدین کاراشو ردیف کنین بفرستینش بیاد؟ قول میدم. قول مردونه. پس من رو قول مردونه شما حساب میکنم. حساب کن دخترم. خیلی هم حساب کن. اون دوره ابوی شما بود که هر کسی هر کاری میخواست میکرد. این دوره مملکت رو مردا و قولاشون میچرخه. امیدوارم. دیروز صبح به پدرشون هم گفتم عمل بشه بهتره. حالا که شرایط مالیشون مناسب نیست برای عمل کردن، باید مواظب باشن که کمتر عصبانی بشه. استرس برای بیماری که روماتیسم قلبی داره سمه. اگه اون وقت که بچه بود و گلو درد میگرفت نگرانش میشدن، اینطوری عفونت به قلبش نمیزد. متاسفانه این قشر از جامعه نمیدونن که از سر بیسوادی و ناآگاهی چه جنایتی ممکنه در حق بچه هاشون بکنن. حالا اون داروهاشو بخوره، آمپولاش هم بزنه تا توی فرصت مناسب بتونیم دریچه قلبش رو عمل کنیم. پس فعلا کنسلش میکنیم. خانم شهریاری چطور؟ ایشون میرن. من شما که رزرو کنم؟ نمیدونم. حقیقتش اینه که من میخوام بلیطمو کنسل کنم. به پولش احتیاج دارم. امیر نکنه یه وقت نیاد. غیر ممکنه. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. اگه ویزات بگذره الان بد جوری روی ایران حساسن. آخه این چه قانونیه؟ طرف باید بمیره تا پسرش بتونه رضایت بده؟ تازه اگه رضایت بده. میگم خدا کنه یارو بمیره. نه نمیدونم. امروز یکی میگفت یکی از فامیلاشون 3 سال تو کما بوده. امیر چیه؟ دوستم داری؟
چطور؟ میخوام مطمئن بشم که میای. مطمئن باش، چون که خب دیگه نمیخوام خدافظی جدی کنم، چون قراره به زودی همدیگه رو ببینیم. چرا یهو همه چی اینطوری شد؟ آقای کریمی، بلند شو آقا جون، بلند شو بیا یه دقیقه باهات کار دارم. من مرادیان هستم. از بابت این قضیه هم خیلی متاسفم. اتفاقی که افتاده از دست من و تو هم دیگه کاری بر نمیاد. بالاخره از پدر تو هم سن و سالی گذشته. نگران نباش، من خودم هوا تو دارم. بازم به سر میزنم. حاج آقا، امشب در خدمتیم قربان. حتما خدمت میرسم حاج آقا. سفارش کردم، انشالله قبول میشه. به به، همه بزرگان که جمعن، دیگه جایی ما نیست که. امشب زیارت تو میکنم. آجیلای مامانو جا گذاشته بودی؟ فقط آجیلای مامانو دیگه. شما چند لحظه تشریف بیارین اینجا ببینم. والا به خدا داره میره. 2 دقیقه صبر کنی میره الان. خدا. با این سر و بحث ایشون هیچ جا نمیره. اصلا شما چی کارشونی؟ خواهر عزیز، یه دقیقه تحمل کنید. من اصلا دارم از این مملکت میرم که شماها راحت شین. یالا از این طرف. از این طرف. خب من اگه از این طرف برم که به نفع شماست تا از اون طرف. سریعتر. شما یه دقیقه اجازه بده خداحافظی کنیم. نیم دقیقه هم نمیشه. اگر اینجا وایسن هر دوتاتون رو با هم برمی‌دارن میبرن. سریعتر. خیلی خوب بابا. امیر میبینی که نمی‌زنه. تو رو خدا مواظب خودت باش. خداحافظ.
داشتم از این به اصطلاح وطن که هموطناش آدمو تو فرودگاه با افتخار بیرون بکنن میرفتم که یهو اینطوری شد. من نیومدم اینجا که از تو رضایت بگیرم. هر چی که بخوای میدم، هر کاری که بخوای میکنم، فقط تو رو خدا منو ببخش. امروز پاپا جونت میخواست به ما باج بده. فکر کردی چی؟ ما بابو گلابی یه نواکشی خوشگل واسه ماشینش حواله کردم. چه؟ کت و کولت درد میکنه؟ نه بابا اینا که درد نی. مگه تو دردم داری؟ و تو درد مرفعین بی درد و هنو نچشیدی. و از منم یه جورایی شبیه توه. واسه منم بابام سال هست که تو کما هست. بود و نبودش هیچ فرقی نمیکنه. که میخواد کجا هستی؟ اصلا اینا الحق که گدا صفتی عقده ای. نگاه کن یه دونه خوشگلترشو گرفتم. نخواستم واسه شر درست کنم. گفتم گدا گشنه‌ای بدبختی وگرنه میدادم آویزونت کنن. فقط اومدم اینجا بهت بگم که امثال تو رو خوب میشناسم. میدونم چی تو کلتون میگذره. غیر از اخاذی هیچ چی تو سرت نیست. این فکر از کلت بیرون کن. اگه این کارات واسه منه لازم نکرده واسه من کاری بکنی. این حالش خوب نیست. زورتو به این میرسونی؟ رضایت میخوای ها؟ کاری میکنم کف بالا بیاری. تو بیمارستان خواستم بهش لطف کنم. اگه تو بودی جوابش این بود؟ مطمئنم نمیخوای بدونی که اگه من بودم چه جوابی بهت میدادم. چوبا تو چی که اش جلوت اومدن به سخاله شدی؟ جمع کن میدیم با سالم بله آقا کجایی پر؟ تلفن باز چی قطعه؟ منظرت میخوام کاب برگردونه بره همه محل قطع. کاب برگردونه یه روز برق قطعه یه روز آب قطعه حالا هم تلفن قطعه. مملکت گل و بلبله دیگه. اصلا اینا رو من برای چی واسه تو میگم؟ اونا که باید بشنون گوشاشونو بستن. خیلی پدرخوانده کجا تشریف میبرن؟ منزل آزار رستگار. دارن میرن مشکلات رو ریشه کن کنن. میدونم.
فقط میتونم واسش نقش بزنم، نه واسه خاطر اینکه زنش بشم، فقط به خاطر خانواده‌اش، به خاطر تو. بله. اگه یه جا شانس داشتی که با رابطه و پارتی بازی مشکل تو واسه حل کنم، همون یه ذره شانس هم امشب از بین بردی. به اون دختره بگو همونجا بچسبه به زندگیش. شما حالا اینجا مهمونین. ولی تو به سارا قول مردونه دادی. این روزا مرد کجا بود؟ دنیا دنیای نامرداست. قید سفر تو بزن امیر خان. خیلی خب بابا اومدم. اوکی عجب روی داری تو. پای حالا یه چند تا حاجی پولدار رو بگیریم. اون چی هرکوله؟ من دیگه هیچ وقت به اون خونه بر نمیگردم. شبیه ماشین آقاته. اول همین شد. جون ما نوکر. بجون پیشو درا. دو تا پیش پایینه، دو تا پیش بالا. بود اونا رو واکن. بجون دو تا پیش پایینه واکن. باز شد تمومه دیگه. زد تو بچشون. بیا بده بود بابا. ببر. نمیدونی چه حالی میکنم وقتی میبینم اینا بالا پایی میپرن. این همه دارن و یه ضبط ازشون میکنی میخوان خودشون رو جر بدن. ریز وسط هرچی تو چندته میریز بیرون. وقتی نوارشون رو گوش میدی میفهمی تو خلوتشون چی کاره. حسنه علی شب وقتی میرم به خونه‌ای که چند سال بیرونه، از توی کوچه ما عابد پیر پا میشه از اون صبح میخونه، پا میشه از اون صبح میخونه. تویی حدیث و قصه های من، تویی شفای روح و جسم من، تویی مادر خوب و نازنین من، تویی فقط تویی مهر سر نماز پاک من، تویی فقط تویی. چنگ دل آهنگ دلکش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، قصه دلکش است و خواندنیست، تا ابد این عشق و این دل ماندنیست. چنگ دل آهنگ دلکش میزند، ناله عشق است و آتش میزند.
تو شب‌هات اگه ماهو داری من اون ماهو دادم به تو یادگاری هنوزم تو شب‌هات اگه ماهو داری من اون ماهو دادم به تو یادگاری من اون ماهو دادم به تو یادگاری من اون ماهو دادم به تو یادگاری من دزد شب رو نیستم ای کاروان من دزد شب رو نیستم من پهلوان عالمم تیر رویا روزنم حسن بیداری؟ آره ساعت چنده؟ دقیق 10:11 10:11 میشه 10:20 صبح. الان تو آمریکا ساعت 10:20 صبح. هی بابا تو موقعت کامپیوتر ها. حسن اون ستاره رو ببین. بذار بخوابیم بابا تو. جون من ببین. کدوم؟ چشمک میزنه. اون ستاره ماست. من اون نام زدم سارا. ایوه بعد دلم براش تنگ شده. میشه زودتر مشکل ما حل شه من برم پیشش. اگه آقاد میذاره بری. اون خیلی راضی نیست من برم چون جز من کسی رو نداره. میدونه اگه برم اونور با سارا ازدواج میکنم. واسه همه سعیشو داره میکنه که من نرم چون واسهش خوب نیست. بابای سارا زمان شاه تو دربار بوده. چند سال بعد از اینکه انقلاب میشه فرار میکنه و میره. منم با سارا وقتی اومده بود ایران ملک کنم که باباشو پس بگیره آشنا شدم. حدس بزن کجا؟ لابد پارک ملت. پارک ملت؟ نه شعبه مبارزه با مفاسد. ایوه جونمو؟ آره چون دیدم اونم مثل خودم بیگناه ترین آدمیه که تو خیابون گرفتنش. حالا که میخوایم ازدواج کنیم بابام مخالف. میگه اصلا قباحت داره پسر من با دختر فلانی ازدواج کنه. حالا بابای اون شده هیچ کاره و بابای ما همه کاره. کس و کاری اونجا داری یا نه؟ آره بابا
مادر خواهرم سال‌هاست که اونجا. مادرم با کار بابام مشکل داشت. آخه بابام همه هم و غمش این بود که مملکت رو درست کنه. مامانم بهش میگفت تو نمیخواد مملکت درست کنی. تو اول زندگی خودتو جمع جور کن، لازم نی مملکت درست کنی. هر روز با هم دعوا میکرد. تا اینکه یه روز صبح بابام بلند شد دید مادر خواهرم رفتن. آخه داییم چند ساله که اونجاست، واسه خودش دیگه دک و پوزی درست کرد و اینا رو واسه خودش برداشت برد اونجا. مادرم میگه اون موقع که ایران بودم و باباتو میدیدم تازه میفهمیدم چرا مشکلات مملکت حل نمیشه. حالا که رفتن یه چند تا دعوتنامه برای من فرستادن، ببینم شاید منم برم اونجا. من چی کار حسنی؟ چه میدونم بابا، میگن مغزم. پارسال مدال طلای المپیاد ریاضی رو من گرفتم. یه دونم تحقیق کردم که نتیجهشو هر جا میبرن میگن ببر واسه در کوزه آبشو بخور. اما به محض اینکه فرستادم اونور با کله پذیرفتنم. ما که تو افاسمون یه ستاره هم نداریم. اما موقعی که چشامونو وا کردیم آقامون سرایداری و خونه بود و ننمونم کلفت. ننم که مرد یه 2 سالی رفتم ژاپن. اونجا کار میکردم. کار که نه، مرده میسوزوندیم. پول خوبی میدادن ولی برکت نداشت. بابت هر مرده 10,000 یه مهمون میدادن. بعد اگه مرده تقش در میومد موقع سوختن 10,000 یه اضافه میدادن. میگفتن مردمون رفته بهشت. آقا ما فرداش رفتیم ترقه می‌خریدیم میذاشیم تو گوش مرده. گندش در اومد آقا دیپورتمون کردن دیگه. حسرت 2 تا چیزو ما تو زندگیمون همیشه خوردیم. یکی یه رفیق لوتیو با مرامه که هیچ وقت نداشتیم. یکی هم یه پیکان جوانان گوجه‌ای که چی زید بغل باربن بالا جاده بالا بندازی باش بری دیزی اسکی. این واقعا هیچ کی تو زندگی تو نبوده؟ اونجوری که زیدی داشته باشم که نه، ولی یه تایه تو ژاپن طلبمون بود، سر گوشش میجنبید. بی خیال شدم اومدم ایران. الان اینجا یه دختر است بعد جوری تو کفشم. هر روز میرم جلو دانشگاهش وای میسم، گل براش میذارم. همین 1-2 روز پیشم رفتم تلفنم گذاشتم زیر بفا کنش. قبل از اینکه جناب علی بزنی به آقام. هنوز هیچ خبری ازش نشده. قسمتمون اینجوریه دیگه داشتم. ای خدا. حتما بیمارستانه. الو. بله. چرا حرف نمیزنی؟ لال مردی؟ شما شمارتون رو گذاشتین زیر برفاکن ماشین من. بدو یه دختر هست. بیمارستان؟ جانم بفرمایید. شما حسن آقا هستید؟ بله بفرمایید. اون آقایی که اول صحبت کردن؟ ایشون کارگرمون بودن. ممکنه بپرسم شما؟ نشناختین؟ خیر. باید بشناسم؟ اسمم مریمه. شما هم تلفنتون گذاشتین زیر برفاکن ماشین من. بله حالتون چطوره؟ پس چرا قد دیر؟ من یکی دوباره دیگه هم زنگ زده بودم کسی بر نمی‌داشت. میتونم بپرسم معنی این کارا چیه؟ کدوم کارا؟ اینکه هر روز جلوی دانشگاه گل میزنه زیر برفاکن ماشین خودتون رو نشون نمیدید. خب گل گذاشتن که عیب نداره. من فکر کردم که اگه بوش بپیچه تو ماشین شما همواره یاده کسی هستین که خیلی از شما خوشش میاد. و حداقل فرقش با جوانای دیگه اینه که اوج با حیاش اجازه نمیده به خاطر آبرو شما پا پیش بذاره. بالاخره پیش میاد که یه جوون خجالتی هم از دختر زیبا و با شخصیتی مثل شما خوشش بیاد. اینجور که معلومه خیلی هم خجالتی نیستی. خب اگه اجازه بدین ممکنه که بپرسم شما چه رشته‌ای میخونین؟ زبان انگلیسی. فانتاستیک. چی؟ شما چی میخونین؟ من پزشکی میخونم. اکسلنت. پس میخواین که برای پس فردا از الان یه قراری رو فیکس کنیم. پس فردا ساعت 7 بعد از ظهر. عالیه. کافی شاپ پایین دانشکده. چطوره؟ خب پس تا پس فردا. See you. ICU برای چه قرار گذاشتی؟ ICU چیه؟ See you یعنی میبینمت. پس فردا باید بری سر قرار. خیال بابا ما که این کاره نیستیم. پزشکی میخونم. من پزشکم. 2 روز وقت داری این کاره بشی. یار دبستانی من
با من و همراه منی، چون به الف بر سر ما بغض من و آه منی. حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. دشت بی فرهنگی ما عرض تموم علفاش خوب، اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آدماش. دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چون به الف بر سر ما بغض من و آه منی. یار دبستانی من با من و همراه منی، چون به الف بر سر ما بغض من و آه منی. حاضری؟ یک دو. الو جونم. صدا خوبه؟ آره اوکی. چی شد بچه نایمم؟ میاد دیگه، نگران نباش. ساعت چنده؟ ساعت ندارم که. خودشه؟ یا جد سادات خودش. آره خب نکن. حرف نداری. اینقدر ماشو دیگه دختره دارم میخورنه. جون ما بر نگرد. اینقدر پول نخور. فقط یادت نره هرچی که تا حالا دوست داشتی اگه ازت پرسید برعکسش کن. بگو دوست ندارم. باز چی؟ اگه نمیخوای کلاست بره بالا. آها باشه. ببینم یعنی ما اینقدر محل پردیش صاف بشین. داره میاد سمت تو. گلو بیار بالا. بیار بالا. سلام علیکم. سلام. خدمت شما. خیلی خوش اومدید. دیر کردم ببخشید. اختیار داری آبجی. چرا کلاتونو بر نمیدارین؟ خیسکیته، یعنی خیسه، ما همون بودن. شما دکتر عجب جون عزیزایی هستی. کوچیک شمایی. بفهم. کافی گلاس. کافی شاپ. کافی شاپ چی؟ بگو کاپوچینو. کاپوچ نه. بگو کاپو چینو. کاپوچینو. تو کاپوچینو نشنیدی؟ کاپوچینو دیگه. نشنیدی حالا؟ باری دیگه. نگاه میکنه. میدونیم فکر میکردم که الان با یه عینک تستکانی میبینمت. فکر نمیکردم این شکلی باشی. چه شکلی؟ این شکلی دیگه، بیشتر از این که بهت بخوره دانشجو رشته پزشکی باشی، هنرپیشه سینما باشی. دست شما در نکنه. معلومه اهل فیلم و سینما و اینجور چیزا هستی شما. آره خیلی. شما چی؟ منم که خیلی دارم چیز علاقه. این مخصوصا این فیلمای بزن و کاراته بازی و بروسلی هست، این جکی جان و اینا اینجوری میزنن. چه خبرته؟ یعنی البته اصلا با این تریپ فیلم حال نمیکنم. دقیقاً عین من. خب آقای دکتر یکم از خودت بگو. راستش چی بگم آبجی؟ واقعیتش زیاد اهل حرف زدن نیستم. یعنی بگو اهل نوشتنم. میترسم حرف زیاد بزنم عادت نوشتنم از سرم بپره. یعنی چیز اهل نوشتنم میخواد بیشتر. یعنی دستم به قلم میره. میترسم زیاد حرف بزنم. عادت نوشتن از سرم بپره. پس نویسنده هم هستی؟ تو چه موجود جالبی هستی. چیزی هم تا حالا نوشتی؟ در حال حاضر دارم روی آخرین رمانم کار میکنم. یه رمان. رمان. دیدیم بعضیا به رمان میگن رمان. چقدر
بامزه ای. خب اسمش چیه؟ چی؟ اسم رمانت. آها چیزه یه اسمی بگو دیگه. چی بگم بابا؟ خاک بر سرت. خاک بر سر خوده. بگو خاک بر سران. خاک بر سران. خاک بر سران. چی؟ آره اسمش همینه. چه اسم جالبی. چجوریه این رمان خاک بر سران؟ چیزه تو مایه های قصه های صادق حمایت این پسر چیزه. حمایت؟ هدایت خره. هدایت. نه امان از دست شما نویسنده های جوان پرده. حالا شد حمایت. بر نگرد. این پسر از اون موقع تا حالا داره بر منو نگاه میکنه. خوبه میبینه تو اینجایی. الو. تم چندمی؟ چند باید پاس کردی؟ الو. الو. گفتی اون پسری که به زل زده بود کجا نشسته؟ هیچی بابا ولش کن. کاریش ندارم خب باش حرف بزنم. یه خوش قامدر نداره نگاه میکنه. اونه؟ شما از اینکه تشریف داشتیم سلام میاد. حرفم تو رو خدا. بابا ما دکترها کارمون اینه که مریضا رو خوب کنیم. من خود ناخوشه هم ردیفش کنم. وای زد. وای بچه خوشگل. الان شو ببینم. ببینم نالوتی مگه تو خودت خواه مادر نداری دختر مردم رو نگاه می‌کنی؟ خب باشه لاتیش نکن. حتما سوء تفاهم شده. بیرون راجعش صحبت. دستتو نمیبینم. برو بیرون. شما کافی شاپتون سرد نشده بنده برگشتم. کار میکنی دیوان میخورد. برو داری نگاه میکنه. برو بیرون. حالا دیگه ما رو میپیچونی. میگیم الو چرا جواب نمیدی؟ شارژ موبایلم تمام شد. اصلا عالی بود آقا. صادق حمایت. در ما خود چی بگم بلد نیستم که. بگیریم من واسه. حالا ما چیکار کنیم؟ الان میریم تو گند میزنیم همه چی ها. اگه میخوای گند نزنی خوب گوش کن ببین چی میگم بهت. موبایل تو ور می‌داری میری تو الکی شروع می‌کنی حرف زدن. بعدم عذرخواهی می‌کنی میگی یکی از فامیلام حالش بده و برم پیشش. همین. برم چیکار؟ در دکتری دیگه. فهمیدم. خیلی خوب. برو گم شو دیگه. برو کافی شاپت بخور. عجب بابا. چه میدونم یه تخم شربتی گلگاب زبونی چیزی بهش بدیم بخوره تا من بیان دیگه. این مریض مونم ما رو ول نمی‌کنه. چی شد؟ چی شد؟ اون پسره. کاکوچش کردم رفت. چی؟ پیچوندمش دیگه. نسخه‌شو پیچیدم. این تلفن من داشته باش. ماشاءالله خوش خطم هستی. دکتر اومدی؟ گرد نزدی که؟ پاسپورت دست کم گرفتی؟ تیلیفو به پا. چیستی هستی زدیمش به بدن. مریم چرا با ناز بکی چته؟ واسه اولین بار حس کردیم ما هم آدمیم. ببینم اگر که یه چیزی ازت بخوام نه نمیگی. پسر خاله نشی باز. حسن این دختری رنو مشکی داره؟ کی؟ مریم رو میگم دیگه. مریم خانوم. آره چطور مگه؟ خودشه که داره میاد. بزن. چیکار کنم؟ بزن بهت میگم. بزن. دیگه این برای آفتابی نمیشه. من گفتم اینقدر محکم بزنی. به مولا شرمم. نوکر. خیلی خوب. بریم زودتر الان میاد. بدو.
اصلا به مریم گفتی کی بهش زنگ میزنی؟ به کی؟ به مریم دیگه. باز به سرخالی شدی؟ مریم خانوم. مریم خانوم. چی با گفتم عصری بهش زنگ میزنم. بفرمایید. سلام مریم خانم، من حسنم. آقای دکتر حالتون چطوره؟ اتفاقا میخواستم بهتون زنگ بزنم. باعث افتخار بنده است. میخواستم بهتون بگم اگه خواستیم همدیگر رو ببینیم من زیاد بیرون راحت نیستم. از این طرف آدم حال کمیته و اینجور چیزا رو داره، از این طرف هم که دیدین همه دارن آدمو میخورن. ولی فقط من مشکلی ندارم. با مامان راجع به شما صحبت کردم. اگه دوست داشته باشین میتونیم بیای منزل ما. نه یعنی اگه خب مامان براشون مسئله نیست این دفعه شما تشریف بیارین، دفعه بعدی من میام. چطوره؟ ببینم تو خودت میبری میدوزی قرار میذاری جای ما حرف میزنی. آقا من اینجوری حرف میزنم؟ حالا فکر کنی ما لاتی میگرخه که. بس سلام علیکم آبجی. سلام علیکم آبجی چیه؟ آخه آدم به یه لیدی میگه سلام علیکم آبجی. چی بگم؟ سلام مریم خانم، جنتلمن باش. آها برو. بس سلام مریم خانم. سلام. خب چیه؟ بگو بفرمایین بشینین، اینجا مثلا خونته. خونه خود چیکار می‌کنی؟ بابا من تا الان این کارا نکردم که. کدوم کارا؟ مثل دو تا دوست می‌خوام بشین حرف بزنین دیگه. همین یه موقع کسی بیاد چی؟ تو نمیخواد نگران این چیزا باشی. من خودم بیرون وامیستم. سالم رفته بیرون تا بعد از ظهر نمیاد. بابام شب میاد. برو تو تلویزیون روشن کن، یه 10 دقیقه گپ بزن، بعد بگو مریض دارم تموم میشه میره دیگه. کاری نداری که. تو دهن ما رو سرویس کردی. آقا این آرتیست بازی تا کی امیر؟ بزن یه دفعه بگذره، دفعه بعد کم کم حالش میکنه. یا امیر این پیرنه رو بده من، اینو خودت بپوشین چروکه. خره این مود تو حالیت نیست که. بپر سریع آماده شو، الان میاد. عجله کن. چروک مده. دیگه چروک. خوش اومدی مریم خانم. خوش اومدی مریم خانم. خوبی مریم خانم، بفهم میوه. سلام آقای دکتر. سلام مریم خانم، بفرمایید. خیلی خوش اومدین. منزل خودمونه، بفرمایید. شما خودتون ماشاءالله گلی مریم خانم، چه زحمت کشیدین. خواهش میکنم. چیزی رو خیاری موزی چیزی براتون پوست بکنن. چرا دوشنبه قشنگی؟ حالا کوتاه‌شا کلا قرمزیه؟ این بله باله. نه اینجا کجا؟ الان فوتبال عوضش میکنی؟ اینو بله اینو شما خودتون زحمتشو بکشین، من یه هات شاپی کافی شاپی چیزی براتون تعریف کنم. سلام مامان. بله من رسیدم. منزل آقای دکتر هستم. دلت شور نزنه. یادداشت کن. تلفن اینجا چنده؟ قطعه. تلفنشون قطعه. اگه کاری داشتی به موبایلم تماس بگیر. خدافظ. بس شد. برگرد. این فرمون خاموش بود، هات شاپمون حاضر نبود. جواب نمیدی؟ چرا؟ الو امین. بله منزل حاج آقا مرادیان کجا بود بابا؟ اشتباه گرفتی. رفتن از اینجا. نوشابتون سرد نشه. بفرم. سلام، چطوری؟ امین شما از اون خونه رفتی؟ یعنی چی؟ خب حتما اشتباه گرفتی. ما کی هم خونه رفتیم؟ الو عزیزم، من صدا تو قطع و وصل میشنوم.
سارا جان میگم آنتن ندارم اینجا. الو الو. ببخشید من میتونم برم دستشویی؟ واسه چی؟ ببخشید بله میتونیم بریم. کجاست؟ چیز همون پشت چیزه اینجا. کدومه؟ همونجاست دیگه. اینا دمپاییاش همینجا بود. همینجاست دیگه. اینجا یعنی چی؟ بله همینجاست. بفرمایید. سلام علیکم حاج آقا. ایشون خانم بنده هستن. جناب علی؟ من کی بودم؟ فکر کنم آقای دکتر. من حسنم کریمی. امیر کجاست؟ بیرونه حاج آقا. اینا اینجا چه غلطی میکنن؟ نه به فکر موقعیت من، نه آبروی خودت. گم شو بریم بیرون. گم شو. به مولا نامرغوش تلقی رضایت بده. ایام کن برو جون مادرت باش. یک کلام حرف آخر واسط بزنی. هر چی بگی هر کاری بکنی حق داری. یه سال میخوام اینو واسط بگم. نمیتونی. نشد. یعنی روم نشد. بفرمایید آقای دکتر. خب غلامتم آبجی. رو سفیدمون کردی. ببین این پسره که گوش اینا امیر این رفیقمه. یعنی رفیق که نه، اول زد با آقام، یعنی با ماشین زد با آقام، بعد با هم رفیق شدیم. ولش کن طولانیه. ببین آبجی من الان یه ساله من دارم هی میام دم مدرسه‌تون شما رو میپام. این تریپایم که میبینید داش امیر واسه ما ردیف کرده. والله ما خودمون هیچی تو بساطمون نیست. آقام که سرایداری یه خونه است و الان مفتار بیمارستان ناکاره. راستیتش خاطرتون رو میخوایم دیگه آبجی. چش نداریم ببینیم کسی چپ چپ نگاهتون میکنه. بعضی موقع میپاییدیم کسی خط رو ماشینتون نندازه. امین ختم کلام. میخواستم بدونین که تو مراممون دروغ نیست. نوکرتم حلالمون کن. به سلامت. آخش خیالم راحت شدم. یه جور سرتش هم میآورد. خب هنوز خیلی کار داره هم دیگه رو بشناسیم داشت همین. خیلی چیزا یادمون دادیم ولی دروغ و بیخیل نیستم. اگه بدون این کارا نمیشه نمیخوام. مگه من و تو با آرتیست بازی با هم رفیق شدیم؟ ها؟ جیوان رفاقت خودت عشق همون. اگه همه آدم ها اینجا مثل تو بودن من هیچ وقت دلم نمیخواست اینجا برم. بیچاره‌تم. موبیل توه؟ نکنه مریمه؟ بله. خودشه؟ بیمارستان حسن. بدو کی؟ خدایا اولین باریه میخوام باید جدی حرف بزنم. یه دقیقه هر کاری داری بیخیال شو. حواستو بده به نوکرت ببین چی میخواد. اگه نمیگن اون بالا
مگه نمیگن هرچی تو بخوای همون میشه؟ من فقط ازت یه چیز میخوام، قول میدم دیگه دزدی نکنم. آقا واسم نگیر، کاری کن آقام نمیره. من تو دنیا هیچ کس رو ندارم، تو خودت تنهایی میدونی، درد تنهایی رو میدونی، ولی من که مثل تو نیستم، من که خدا نیستم. بعد از فوت ننم فکر این که آقام هم یه روز میمیره همیشه داغونم میشه، ولی بیشتر از این که به این فکر کنم که میمیره به این فکر میکردم که چجوری میمیره. تو الان باید فقط به فکر خودت باشی اصلا. دکتر گفته روحیه قبل عملت خیلی مهمه. خوب مردن خیلی بهتر از بد زندگی کردن. ولی ده آره حالی حالیت نی. تولدت مبارکم. دیدی آقا جون دست حساب روش 3 سود دیگه رو داد رضایت منو بگیره. بالاخره نزدیک انتخابات بعدیه و خوبیت نداره یه آسپاس آسمون جلد پا پیچش بشه. چونه زدن آقا جون تو که دیدم فهمیدم پول بیمارستان آقام هم تو دادی، نه اون. پول بلیت خودتو دادی به بیمارستان و الانم آقات پول نمیده بلیت بخری فلنگو ببندی. آقات از همون اولش هم ترجیح میداد کار به اینجا برسه که نتونی بری، ولی فکر اینجاشو نکرده بود. آفتابگیرتو بده پایین، بده پایین ده. یکی 2 هفته پیش که صحبت روز تولدت بود نگران بودم نتونم هدیه قابلی رو بهت بدم. بلیتو بخر و برو همون. کارت فکر کنم از روز گذشته، باید به ساعت و دقیقه رسیده باشی. دست کنی جا موندی ها. اینجا جای تو نی، جای تو همون جایی که دارن خودشونو جر میدن تا بقاپنه. بجان برو که اون بر اون آبجیمونم منتظره تا راستی. اون روز یادت ازت پرسیدم چرا ساعت نداری؟ گفتی اینجا زمان اینقدر نمیارزه که آدم پول ساعت بده. دست کن زیر صندلیت، یه یادگاری کوچیکه.
قابلی شما رو نداره. گفتم شاید حالا که داری میری اون بعد ساعت لازم داشته باشی. شما ممنون خروجی که برای چی؟ تشریف فرمون اتاقتون توضیح میدم. تو حاج مرادیان چه نسبتی داری؟ من پسرشون هستم. یعنی اون تو ننوشته؟ چیه؟ حالا پرسیدم ناراحت شدی؟ حاج آقا من عجله دارم باید برم. کجا؟ پروازم داره میره. ولی شما نمیتونی بری. ممنون خروجی. ممنون خروج واسه چی؟ مسئله که حل شده، من الان شاکی دارم. ولی یعنی چیزی به ما ابلاغ نشده. برگه رضایت تو بیار به سلامت. مخلصتم هستی. الان برگه از کجا بیارم؟ فردا بیار، پس فردا بیار. اصلا با پرواز بعدی برو. حاج آقا من ویزام 2 روز مونده. اگه امشب نرم دیگه نمیرسم برم. اونش دیگه به من مربوطی نی. برگه رو بیاری، تشریف ببری. اگه برگه رو بیارم حله؟ دیگه چیز دیگه نمیخوام. اینم برگه. من برسم اونجا حتما به پدرم میگم که شما همه تلاشتون کردید. ببین حالا که داری میری اونور لااقل اون دنبه خره واکن. این کراوات مهم نیست. مهم اینه که داره میره. سیو. سلام علیکم حاج آقا. جای پسرت خالی نباشه ایشالله. تنهایی بد دردیه نه؟ من یه چند روزی یه وقتی میخوام آقامو ببینم باید چشامو ببندم و ببینمش. اما پسر شما چشاش همیشه باز بود و نخواستی که شما رو ببینی. چرا؟ چون بعضیا تو کمان دیگه فکر میکنن هستن، ولی بودنشون با نبودنشون فرق نمیکنه. رفیقت گفت این از نون شب برات واجب تره. نمیخوای بگی این چیه؟ نوکرتم مریم خانم. بابا رو سفیدمون کردی. این چیز دیگه یه دوره عصای دستمون بود. الان دیگه این گلا همون گلا. آره. ای هر رقم تونستی به پر و پای ما پیچیدی. خیالی نیست، ولی آخرش چی؟ ما واسه هدیه تولد گل پسرت پول دادیم بیلیت بخره. راستی حاج آقا مولایی، میدونی کیا باید مشکلات این مملکت رو ریشه کن کنن؟ همین جوونا، همینایی که مجبورشون میکنین دمشون رو بذارن رو کولشون و از مملکت برن.
ما یه مغازه کوچیکی داریم که تا 1-2 سال پیش خرج من و خانواده‌مو میداد. ولی بابام دیگه سن و سالی ازش گذشته، داره دماغ چرخوندنشو نداره. اون درک سالهاست که بسته است. داشتم فکر میکردم اگه موافق باشی من لیسانسمو بذارم در کوزه، با همدیگه اونجا رو راستاریس کنیم. یه کافی شاپ رو بندازیم. اسمش هم بذاریم چشمک. اوکی؟ بابا I love you. یار دبستانی من با من و همراه منی، چون به الف بر سر ما بغض من و آه منی. حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. دشت بی فرهنگی ما عرض تموم علفاش خوب، اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آدماش. دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چون به الف بر سر ما بغض من و آه منی. یار دبستانی من با من و همراه منی، چون به الف بر سر ما بغض من و آه منی. حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. دشت بی فرهنگی ما عرض تموم علفاش خوب، اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آدماش. دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چون به الف بر سر ما بغض من و آه منی.